بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما یکایک بینندگان. سعید طالبی کاپیتان تیم داماش یه پاس توی عمق برای استفاده زاهد تبار، خطرناکه. خود زاهد تبار داخل محوطه جریمه ضربه رو میزنه. مدافعین تیم مقاومت خودشون رو در مقابل توپ قرار دادن و هوادارهای پرشور تیم داماش گیلان پاس توی عمق برای ارسال نژاد، ارسال رو انجام میده. خطرناک، دفع توپ رو ناقص انجام میده. فلاح داستانی رو به عقب با فلاح. و این هم نمای زیبایی از هوادارهای پرشور تیم داماش گیلان که 90 دقیقه رو ایستاده به تشویق تیم مورد علاقه خودشون میپردازن و بیوقفه از تیم خودشون میخوان که گل برتری رو به ثمر برسونه. جریمه آبسالان باید ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنه. رو به عقب با نژاد، خود نژاد یک ارسال تند و تیز خطرناک به دیرک دروازه برخورد میکنه. نژاد دریبل رو میزنه، باید ارسال رو انجام بده. کوتاه آبسالان یک ضربه به دیرک دروازه برخورد میکنه. دامادی بلند، قریشی خطا رو بر روی نظرپناه انجام داد. سی و 33 دقیقه از بازی رو پشت سر میگذاریم. حساب کار همچنان بدون گل برابر و کرنری که باید توسط بازیکن داماش ارسال بشه. ارسال انجام میشه، خطرناک و حالا توی دروازه چه گلی رو میزنه مهرگان گلبک. انگار خطکش رو میزون کرده بود بر روی سر گلبک. او هم با یک ضربه دقیق و فنی توپ رو به سمت راست دروازه تیم مقاومت هدایت میکنه و حساب کاری که 1-0 به سود داماش برمقام میاد و این هم سوت پایان نیمه اول با حساب کار 1-0 به سود تیم داماش گیلان و اعلام پنالتی کرده در این دقایق ابتدایی نیمه دوم. حالا حقده پشت توپ قرار گرفته، حقده دورخیز رو انجام داده. یک ضربه به سمت چپ دروازه و گل برای بازیکنان مقاومت آستارا. مقابل خودش فلا رو داره. موفق‌تر بازیکنان مقاومت و شاغلانی باز هم توپ رو بازیکنان مقاومت از دست میدن. دفع توپ توسط فلا. پوربخش برای استفاده گلبرگ، سعید طالبی به سمت چپ میاره برای پژمان نژاد. یک ارسال، پاس قشنگ رو بازیکنان مقاومت میدن. موقعیت خوب برای بازیکنان مقاومت آستارا. حقده پاس توی عمق خطرناک، یک ضربه و قلعه نوعی جمع کرده توپ رو. طالبی یک ضربه خطرناک، توپ با مدافعین تیم مقاومت برخورد کرد و با یه توپ برای زاهد تبار. خود زاهد تبار به داخل محوطه جریمه میزنه. زاهد تبار و آقای گنجخانی که اعتقاد داره توپ باید از کنار دروازه به جریان در بیاد، به داخل محوطه جریمه میزنه. یک ارسال خطرناک و فلاح که توپ رو از مقابل پاهای نوری به بیرون هدایت کرد. یه پاس قشنگ برای آبسالان، میتونه پاس بده، ضربه رو میزنه. اعتقاد داشتن که با دستان بازیکنان مقاومت برخورد کرده. پشت توپ پژمان نژاد قرار گرفته. حالا یک ارسال، ضربه سر رو آبسالان زد این سمت. علیزاده میکاره، یک شوت و باز هم اعلام کرنر میشه. دوباره بازیکنان داماش. دامادی نوری رو صاحب توپ کرده. خود مسعود نوری یه پاس توی عمق. شکوری در عرض، یه موقعیت، یه پاس توی عمق. آبسالان خطرناک داخل محوطه جریمه میتونه بچرخه، ضربه رو میزنه. دوباره خود آبسالان یک ارسال بلند. شکوری توی عمق
چه توپی را دست میده سعید طالبی. گلبرگ میتونه این ور نوری رو ببینه، یه پاس توی عمق برای نوری داخل محوطه جریمه، خود نوری دریبل رو میزنه، یک ضربه خطرناک آبسالان و گل. گل دوم برای داماش گیلان، زننده گل آرمان آبسالان حساب کار رو 2-1 میکنه. مزد تلاشای خودشون رو بازیکنان داماش میگیرن. جانفضا اشتباه میکنه، تو به بازیکنان داماش رسیده، یه پاس توی عمق آفسالان و باز هم اعلام آفساید میشه. صالح وفایی اومده ارسال توپو انجام بده، بلند به محوطه جریمه، خطرناک. قلعه‌نویی اومد و توپ رو جمع کرد و این هم سوت پایان این بازی. نتیجه 2-1 داماش و پیروزی ارزشمندی که بازیکنان داماش به دست آوردن و امیدواریم که این روند صعودی تیم داماش ادامه دار باشه و شاهد دوباره اوجگیری ققنوس‌های شهر باران در فوتبال ایران باشیم.